عیدتون مبارک هم میهنان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. عید نوروز رو به همه شما هم میهنان عزیز تبریک عرض میکنم، به خصوص به خانواده های معظم و معزز شهیدان. امیدواریم که خداوند به اونها صبر بده و اجر بده و جان باختگان رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. السلام علیک این تقعد، السلام علیک. اقرأ و تبین. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم و سال مبارکی برای ملت ایران باشه، با اتحاد کامل و با موفقیت انشاءالله این سال رو آغاز کنن و پیش ببرن تا آخر سال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.